دیگه بخیر. مواد مخدر بالا کردی و پاکستان میبری و دلار میفروشی کلا را نمیگیری و پلیس طالبی زنگ میزنه که موتر مواد مخدر دستگیر کنه 42 34 76 طالبی همین موتر مواد مخدر دستگیر کو اینا دستگیر کرده تانگ زده تام میخوای بزنی؟ بده تام برو این ماما 6 روپا میشه که تزینه برو بچم تام برو از این چی کار کنم؟ میشه باید 2 نفره بزنن 2 نفره بزنن که 10 روپا مکمل پر شه این تانگ زده است خب ماما کجا میری موتر؟ این خواندن دیگه خواندن است باز فکر طبیعی یکیش بچه فیلم است یکیش بدماش است هر کدامش اول تکر که تبو بدماش است دختر فیلم گره خواند ور خطا میشه تکر میکنه و موتری بدماش دختر فیلم فریاد میزنه کجایی آجی آقا و من نزدیک شو حال من خراب کرده بدماشا دل من کباب کرده بدماشا شما چه خفه سری بیننگ هستی بچه سری غیرت میگه اکسلیتر پچت میکنه میگه من بی غیرت نه گرفتار شدی باقی بدماش بودی دیگه چه فیلم گرفتار کرده تو مواد مخدر بالا کردی دختر گرفتی بردی در خانه تا کردی خودت مواد بالا کردی و پاکستان میبری و دلار میفروشی یعنی کلبه رو نمیگیری گرفتار میکنه تانگ زیری آدم گرفتار تانگ زیری زیاد گرفتار کنه آدم مواد گرفتار میکنه جان جور باشه ماما گفتنی داشته باشی پیام داشته باشی مهربانی چطور از غریبی میشه نمیشه شکر است دیگه وقتا خوبتر بود ولی همین موبایل که بر اومده کلی مردم همین گیمکای موبایل هم میکشند و همین سر چوکی موتر هم میشینند و همینطور پیشکان موترکا همینطور تلویزیونش میبینند و همینطور میبینند از این تکنولوژی مدرن کاروبارش ما رو ضربه زده چطور از کجا میرین میباشین که نمیجا میباشیم دیگه در اطراف که بریم در اطراف یک چند وقت یک 2-3 روز که زدن باز دلشون سیاه میشه یک مردم یک منطقه ایش شرقی است یک کمی خوبتر است یک روز از یک طرف استوک میای یک روز از یک طرف میای یک روز از یک طرف میای یک کمکی در ایش خوبتر است چطور روزانه چقدر کار میشه روزانه 1-2 ساعت 2.5 ساعت برابر است دیگه برابر میشه خیلی ببینی خیر باشی ماما جان